اگر کدام شما پیش عراف رفتید، عراف گفتن همون فالبین و همون جادوگر و همون بینکایی که وجود دارن، اونا که کافرن، اونا حکمش در اسلام کفر است، اونا کافر هستند. وقتی شما اگر پیش اونها می روید، پیغمبر خدا فصدقوا بما قال، وقتی اونها یگان چیزی میگوید، فسأله عن شیء، یک چیزی از او تو میپرسی، بعدا به تو یک جواب میگوید، پیغمبر خدا گفت اگر تو گویی که راست گفت، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو به قرآنی که به محمد نازل شد از کافر شدی. یک تصدیق تو، یک سخن بینوکه، یک سخن فال بینه، یک سخنی که اگر همون جادوگرا را شما گفتی راست گفتی، فقط کفر بما انزل علی محمد، محمد میگوید که کافر شدی ای امتی من به همون قرآنی که به محمد نازل شد.